لقمه حلال و پاکیزه بخوره. هر کسی که کوشش میکنه که به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی و عمل کنه، زندگیش طبق دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار بسازه. هر کسی که سعی میکنه که مردم آزار نده، مردم از دست از زبانش آزار نبینند، این شخص به شک شبهه داخل جنت میشود. سبحان الله. اینا رو میگه ولی میگه که چیکار کنیم که جنت بریم؟ اینا پیغمبر روحش نشان داده است. باور کنید او قدر روی مشکل هم نیست که از برای خدا. حتی وقتی حضرت صلی الله علیه و سلم همین سخن گفت، یکی از صحابه گفت یا رسول الله این هذا اليوم فی الناس لکثیر. ای حبیبی الله گفت او هیچ مشکلی نداره که این جنت اومدن قدر آسان بوده است. الحمدلله همه مردم خوراک لقمه حلال میخورن. الحمدلله رب العالمین همه مو با سنت زندگی و عمل میکنیم، نفس کشی مون سعی میکنیم که طبق سنت ایت باشد. همه مو سعی میکنیم که چجوری انسان یک مورچه را آزار نده، یک حیوان آزار نده. پس معلوم میشه که یه در اومدن جنت آسانت بوده است. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت فسیکون فی قرون بعدی، ولی گو برای شما را آسانه کرد. ولی خدای تعالی برای پیغمبرش بزرگترین مردم صحابی قرار داده است. بزرگترین این امت صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند. اما در قوم‌های بعد، در امت‌های آخر زمان من این کاری مشکل میشود، به هر کس هم میسر نمیشود، فریفته دنیا میشوند. دیگه بین لقمه حلال و حرام یگان تفاوت نمیگذارن. همین قدر دیگه مقصد به دنیا داده میشوند که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم به باد فراموشی میسپارند. این قدر گرفتار و مشغول میشوند که دیگه آدم در چشمش آدم چه میتوه، دیگه نه حق همسایگی را میدونن، نه خیش تباری را میدونن، کارشو فقط آزار و اذیت مردم. فسیکون فی قرون بعدی. اما خدا و راستی اگر اندیشه کنیم آیا ما از عهده همین کار نمیبرویم؟ خداوند به هیچ بندش تکلیف مالای اتاق نگذاشته است. هیچ از بنده هاش پروردگاری بزرگ چیزی را امر نمیکنه که قوتش نرسه. من اکل طیبا، کسی چیزی پاکیزه و تازه میخوره. آخه چیزی پاکیزه و تازه در دنیا کم است از برای خدا. امی بگوی اگر تازه و پاکیزه بخورم کم است، به خدا قسم زیاد است. و نفس تا کم کمک سری داشته بگی انشالله پاکیزه و تازه میخوری. به خاطر دنیا شده و به خاطر شکم شده دست به کاری حرام نزن، انشالله لقمه تازه و پاکیزه. یک چیز است که وقتی شخص سعی میکنه که همین لقمه پاکیزه و تازه بخوره، خداوند با برکت برای همون بنده را عطا میکنه. همین خیلی برکتش میده که اگر چندی همون چیزی میافتگیش اندکای، اما در زندگیش کفایت میکنه که قرض نمیگیره، با کسی محتاج نیسته، دستنگری کسی نیسته. و برکت خدای تعالی در همین چیزی حلال میده. سعی کردن در کار که چیزی تازه و پاکیزه و حلال بخوریم. باور کنیم ما زمانهای را یاد داریم که بدر شخصایی که همچه روغنی مغازین را نمیخوردن، پرهیزگار بودن، آردی مغازین را نمیخوردن، مخصوص همون آسیابا بود میرفتن در همونجا گندم آرد میکردن، همون را میخوردن و نموردن که ای گشنگی یکونتش. خدای تعالی رزق روزیشون را رسان کن. در زمانهای ما زندگی میکردیم، به خدا قسم یاد دارم که مردم ایخیل هر روز گوش نمیافتن. این معرکه به این معرکه بیچاره گوشت میخوردن. همین اگه گوه کسل میشید خدا میگفته دیگه سوز نشوه، صاحبش بکششده بفروشن گوشه، مردم گوشت حلال بخرن. آخی در مغازینا گوشت بسیار بود، ارزانه کم بود، 140 تیم بود، اما از بس که حلال کشتگی نبود، دمی از کمبینه دو زمان حلال نمیکشتن. مردمی مسلمان اکثرش نمیخوردن همون گوشت. کیلوی گوشتی دستکش 5 سوم 4 سوم بود، همه جا بود دسترس نبود. آخی یعنی یکون گوه که کسی میکشت با میرفتن حق همسایه های همون میخریدن، با یک روز خوراک گوشتار میخوردی.
لیکن نمردیم که الحمدلله با همین زمان رسیدیم که خیال میکنم با همون زمان دا سالم و تندرست از خوزیده خیلی از زیادترک بود. او برای که مردم سعی میکردن که لقمه حلال بخورن. این لقمه حلال به خدا قسم برکت داره بچه‌ها. یکی از آن برکتاش همیه که انشاءالله طاعت و عباداتت به درگاه پروردگار مقبول است. دیگر هر دعایی که میکنی وقتی صدقاً میکنی خدای تعالی دعات اجابت میکنه و نهایت زندگیت پاکیزه و تازه میگذره. برای فرزندات لقمه حلال میاری، فرزندت از لقمه حلال تربیه مییابه. ولی بعضا میگم چی با همون بزرگایی که ملت ما داشت امروز دیگه نیستن، و برای که او لقمهش حلال و پاکیزه بود، از چیز حرام و شبهناک پرهیز میکردن حضرت او. متاسفانه استا همین چیزو از بین رفته است. سبحان الله. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه صحابی پیامبر بار نزدش آمد، گفت یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی مستجاب دعوه. یا رسول الله گفت دعا که خدای بزرگ مرا مستجاب دعوه کنه که هر دعایی کردم اجابت شود پیش پروردگار. حضرت گفت یا سعد اطیب مطعمک تکون مستجاب دعوه. یا سعد گفت همین لقمت حلال کن بیشک مستجاب دعوه میشه. به شرط همین لقمت حلال باشه انشالله هیچ جای شک شبهه نیست که مستجاب دعوه میشه. بعد حضرت سوگند یاد کرد، پیغمبری که احتیاج به قسم نداره، پیغمبری که سخنش قانون بود، صادق و مصدوق است، گفت والذی نفس محمد بیده، قسم به الله که جان محمد در قبضه قدرت اوست، این العبد لیقذف لقمة الحرام فی جوفه ما یتقبل منه عمل 40 یوما. هر بنده که میگه همین یه لقمه حرام میگیره فرو میبره تا 40 روز خدای تعالی طاعت و عبادات چه قبول نمیکنه. این معنی او را نداره که 40 روز باید نماز نخونه و روزه نگیره و عبادت نکنه. نه، مرده میکنی، مکلف هستی، اما همو در پیش پروردگار قدر نداره، اجر نداره. اینا میرنگی چهارمغزی بی مغز، چهارمغزی پوچی بی مغز ایگویا وقتی لقمه حرام بخوری. و ایما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار اولا به. و هر بنده ای که همه گوشت چرب روغنی بدنش از حساب حرام، از حساب ربا ای، او میگه مستحق آتش جهنم ای، در آتش جهنم سوزانده میشه. و حضرت سعد ابن ابی وقاص هم خدا رحمت مغفرتش کنه همین خیل وصیت پیامبر قطعی عمل کرد، چیزی شبهناک حتی دست دراز نمیکرد، حراموس بشته. بعضی چیزی هست که اندک همی شبه میشید حضرت دستش دراز نمیکرد. بعد حضرت میگه در حقش دعا کرد که خدایا همین سعد ابن ابی وقاص مستجاب دعوا بگردان. به شرافت دعای پیغمبر و به شرافت پرهیز که داشت که همین سعی میکرد که لقمه حلال و پاکیزه بخوره مستجاب دعوا شید. تا به حدی که دعا میکرده است دعاش اجابت میشیده است، دیگه همون رئیسا و امیرا میترسیدن از سعد ابن ابی وقاص. حتی امام حاکم در المستدرکش روایت آورده است، از ابو حازم اسراوی همین روایت، بوره میگه در نزد بازار مدینه منوره یک مرد، یک عملدار دولتی بالای اسب سوار، میگه حضرت علی ابن ابی طالب دشتم معقورت کردشته. مردمی بسیار جمع شدیانه، یا تاش جرأت نمیکنه که بگه که یک خونه سوخته و تو اول در یک حوزک برخته نگاه که شکل صورت اخته تا چه و نام علی را کجلا به زبان گرفتن که جرأت نمونده است. دیگه مردم هم قرپکی و ترسان شدیان که برای گفتن گپ حق، برای پشتیبانی یا صحابی پیغمبر جرأت نداره. همین وقت میگه حضرت سعد میگه نزدیکش ای بزرگ اومده است، حالا که سین سالش به جای رسیده است، سین سال کبار در میگه. گفت این کی است؟ گفتن این یک مردی ناشناس ای نشناختیمش، حضرت علی را نشنام داده است. حقیقی این مردک مکتب محمدی را گذشته است.
این مردمی که ترسو بودن این پیغمبر را ندیده بودن، این عصر بعدی است. اما این حضرت این مکتب محمدی را گذاشته است. این شخصی است که در رکاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دشمنای اسلام جنگیده است. میگه اومد همین تا به یک جرأت جسارت نزد همین مرد از لجام اسبش قپید، گفت یا هذا علی ما تشتم علی ابن ابی طالب. اب خانه سوخته بدبخت، تو چرا گفت علی پسر ابو طالب دشنامیتی؟ علم یکن اعلم الناس. آیا علی از عالمترین مردم نبود در عصر خودش؟ علم یکن اسحد الناس. آیا حضرت علی از زاهدترین مردم نبود؟ علم یکن ختن رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ابنته. مگر علی داماد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود؟ علم یکن صاحب رایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی غزواته. مگر حضرت علی پرچمبردار پیغمبر نبود در جنگو؟ حضرت به دست خودش داده، علی پیش می رفت. بعدا میگه لجام از سر داده، روش طرف قبله که دستو را برداشت به دعا، گفت اللهم این هذا یشتم ولیا من اولیایک. پروردگارا گفت همین ملعون یک دوستی از دوستای تو را دشنام حقارت کرده است و این مردم بی غیرتی ترسو تماشا دارند. فلا تفرق هذا الجمع حتی تریهم قدرتک. پیش از او که این مردم پراکنده شوند، پروردگارا یک قدرت نشان شده. همین وقت میگه اسب تورید، به امر پروردگار سواره را که دنگل کرد، ای بالای اسب اومد، هم یک خرسنگ به دست همونجا سرش زد، مغزای سرش تا چوشید هر طرف در پیش چشم مردم. همه دیدن و خمیرا دیگه این گپ مردم میدونستن. بعضا میگه یگان ظلم میشیده است با مردم از جانب همین والیای مدینه نزد حضرت سعد ابن ابی وقاص می اومدن که یا سعد بدات منبر است، این میرفته است. پیش مروان ابن حکم هم رفتگی، پیش دیگر نماینده های همین مقصد که بنی امیه را رفتگی. بعد یا که مروان ابن حکم از مدینه رفت که چرا بر مردم مسلمان ظلم میکنی؟ دیگه می اومدن همین دستاش همین قپیدیان بوسه میکردن که دعای بد نکن. خوز این مسئله را حل میکنی و التماس دعای بد نکن. تو همین درجه را از دعاش بترسیدن. افسوس و صد افسوس که دیگه آخی لقمه پاکیزه و توزه نمونده است. دیگه دعاها اجابت نمیشوند. همین که شرط های اجابت دعا همین هست. برای هم حضرت صلی الله علیه وسلم گفت من اکل طیبا دخل الجنه. کسی سعی میکنه که همیشه لقمش تازه و پاکیزه و آزاده باشه، این آدم داخل جنت میشود. خیلی مرده که در کار که به همین چیزی حلال اکتفا کنه و به حرام میل نکنه. گر کاسه دوغی خیش باشد پیشم، والله کسی انگوبینی کس دندیشم. گر بی برگی به مرگ مالد گوشم، آزادی را به بندگی نفروشم. میگه حضرت مولوی ایران. من اکل طیبا، کسی که طعام حلال میخوره، لقمه حلال جستجو میکنه، و عمل فی سنه، با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی و عمل میکنه، داخل جنت میشود. سبحان الله.